بسیار جایی که عمر فاروق سے برای خود پیش کرده پیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم تاکید زورا الله متعال با وحی کرده. اولش عبدالله ابن ابی بن سلول یک رئیس المنافقین بود در مدینه منوره. یا وقت مردار شد بچه آمد گفت یا رسول الله حضرت وصیت کرد فرمود گفت که قمیص خود را آمده بدید. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قمیص خود را کشید برایش داد. قمیص میفهمید که به تبرک و برکت نبی علیه الصلاة والسلام و کرته مبارکش خداوند میشه که من از عذاب خلاص کنه. و محسن آمد گفت یا رسول الله قمیص نتیش میشه که از برکت قمیص تو خداوند متعال از عذاب خلاص بگرداند. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمود گفت وقتی در احد حمزه رضی الله تعالی عنه این قمیص بود. ابی عبدالله ابی برایش قمیص داده بود. ما بدن برایش خلاص کردم. دیره که الله تبارک و تعالی معذب می سازه قمیص من را از بدنش میکشد مثل در جنت البقیع کسایی که بیدید باشه دفن شود او را اونجا یک شبم نمیمانند ملائک از اونجا او را خارج میکنند. باز وقتی که جنازه ش وصیت کرده که جنازه برای محمد رسول الله بکنه عمر سے گفت یا رسول الله تو پیش نشو یک دقیقه کسی را پیش کو مرا پیش کو من جنازه میکنم میشه که بسبب جنازه تو اینا خداوند متعال مغفرت بکنه ببخشه. آیت ها نازل شد که ولا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبره احدا. این آیت ها نازل شد و لهذا به هر صورت با وجود زیان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه این منافقین خود یک فیصله میکرد. یک منافق و یک یهودی در بین خود سر میربال یک مشاجره داشتند منازعه بود. فیصله کرد نبی کریم صلی الله علیه و سلم به حق یهودی اگر عدالت نمی بود منافق و ظاهرش مسلمان است و نبی علیه السلام معلوم بود به حذیفه ابن یمان لیستشان را داده بود ولیکن در ظاهر مسلمان بودن باید نبی علیه السلام فیصله در حق اما منافق میکرد که ظاهرا مسلمان بود. یهودی خو اشکار یهودی بود. نبی علیه السلام در حق یهودی فیصله کرد. منافق فیصله نبی علیه السلام را قبول نکرد و بیا بریم پیش عمر فاروق. یهودی گفت ما بیادم یهودی است فیصله اگر میکنن و عدالت و انصاف باشن خو میکنن و اگر طرفداری بکنن این مسلمان است در حقیقی باید شود. وقتی آمدن پیش عمر فاروق رضی الله تعالی گفت چی از بفی رقم مشکل است. عمر سے گفت قبلا کسی فیصله کرده بله. یهودی میگه پیغمبر شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله کرده. گفت در حقیقی گفت در حق ما فیصله کرده حق من ثابت شده. عمر فاروق سے گفت که شما بشید ما خانه میرم پس میام. خانه که رفت شمشیر خود را گرفت آمد سے میرا بار سری امی منافق را زد میرا مردار صاحب. باز فرمود که من لم یرضى بقضاء الله و رسوله فهذا قضائی. کسی که راضی نشود با قضا و فیصله الله تبارک و تعالی و رسولش یکی از فیصله من هست. ولهذا به هر تقدیر الله تبارک و تعالی برای شما حکم میکنه بار بار عادل عدالت کننده. حال امروز سبا شهادت زور شهادت دروغی این بسیار شد است. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه یک جلیل القدر صحابی گذشته تیر شد. این مبارک آمد پیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله یک بچه خود را به حق رساندم برایش اسباب و وسایل و ظرف و ظروف و مرکب و غلام و هر چیز دادم. نبی اسلام مبارک فرمود که دیگران دادی؟ گفت نه. گفت من که هستم به شهادتی دروغی که هستم شهادت نمیدم شاهد نمی باشم. از اکبر الکبائر گناه های شمرده میشه و شهادتی دروغی گواهی بدروغی بتایی گناه کبیره اکبر کبرا است.